ببین رفیق، اگه با این 3 نفری که بهت میگم قطع رابطه کنی خیلی به نفته. اولی کسی که به پدر و مادرت توهین یا بی احترامی بدی کرده. دومی کسی که در صورت نبودت پشت سرت حرف میزنه. و سومی کسی که تو رو مدام تحقیرت میکنه. کسی که به پدر و مادرت توهین یا بی احترامی کرده خودش هم لایق احترام نیست. کسی که پشت سرت حرف میزنه قابل اعتماد نیست. و کسی که تو رو مدام تحقیرت میکنه قابل بخشش نیست. خلاصه این 3 نفر در مسیرت چند تا علف هرزن و اگه هرچی زودتر بکنیشون خیلی سود کردی. بدرود.